آیا برای مسلمان دعوت کردن نامسلمانان فرض است یا سنت؟ حکم آن چه است؟ برای مسلمان دعوت کردن غیر مسلمان فرض به حساب می رود، یعنی حتمی است. الله در قرآن سوره 3 آل عمران آیت 110 می گوید: کنتم خیر امت اخرجت للناس. شما بهترین امتی هستید که از میان مردم پدید آمده. الله ما را مشرف گردانید، او ما را بهترین امت نامید، ولی شرف به عهده‌داری نمی شود. هر کسی که ارزنده شرف گردد حتما عهده‌داری به دوشش می آید. مثلا مدیر مؤسسه از معلم دیده احترام زیادتر دارد، معلم از خدمتچی دیده احترام زیادتر دارد. طبیعی است که به دوش مدیر عهده‌داری زیادتر است نسبت به معلم و معلم عهده‌داری زیادتر دارد نسبت به خدمتچی. شرف به عهده‌داری بوده نمیتواند. و در آیتی که نو ذکر کرده گذاشتیم، الله ما را خیر امت مینامد، یعنی بهترین امت. آیا اینجا گپ عاید عهده‌داری ما نمی رود؟ جواب این سوال در خود همین آیت داده شده است که الله می گوید: تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. چون که ما امر به معروف و نهی از منکر میکنیم و به الله ایمان داریم. سبب ما را خیر امت، یعنی بهترین امت گفتن الله، آن است که ما امر به معروف و نهی از منکر میکنیم و به الله ایمان داریم. اگر که ما امر به معروف و نهی از منکر، یعنی به دعوت مشغول نشویم، پس ما مقام بهترین امت را سزاوار نمیشویم. ما سزاوار نمیشویم که خود را مسلمان بنامیم. دعوت فرض به حساب می رود، یعنی برای هر یک مسلمان حتمی است. شما از دهها آیت های قرآن و یک قطار حدیث های صحیح پیدا کرده می توانید که فرض بودن دعوت را تصدیق می کنند. متاسفانه حاضر وقت زیاد نداریم که این موضوع را با جزئیاتش فهمانیم، گرچند من در یک برآمد طولانی هم در این باره سخنرانی کرده بودم. ولی حاضر اجازه دهید که باز یک سوره را از قرآن یادرسی نمایم. الله در سوره 103 العصر در آیت های 1 تا 3 می فرماید: ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سوگند به زمان که آدمی در زیان است، مگر آنان که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند و به حق وصیت کردند و به صبر سپارش کردند. طبق روایت امام شافعی، تنها همین یک سوره بسنده بود که تمام آدمیت را به سوی حق روانه بکند. بیهوده نیست که آن را اینچنین راه نجات مینامند. برای داخل شدن به جنت هر یک نفر باید که 4 معیار اساسی را رعایت بکند. اولا عقیده، یعنی ایمان. دوم عملهای صالح. سوم وصیت کردن مردم به سوی حق، یعنی مردم را به حق دعوت کردن و دعوت کردن آدمان به صبر، یعنی دعوت آدمان به تحمل پذیری و استواری. اگر حد اقل یکی از این معیارها را انسان رعایت نکند، پس عادتا در حالت مقرری چنین شخص وارد جنت نمی شود. او می تواند که مسلمانی خوبی 5 وقته باشد، زکات دهنده باشد، سفر حج کرده باشد، ولیکن اگر این مسلمان به دعوت مشغول نباشد و دیگران را به حق دعوت نکند، پس مطابق سوره العصر او وارد جنت نمی شود در حالت مقرری. ولی اگر الله بخشیدن بخواهد و در جنت را برایتان گشوده نماید، پس این قرار الله است. زیرا که الله در قرآن میگوید، چگونه که ما در گفتگوی قبلی یادرسی کرده بودیم، در سوره 4 النساء آیت 48 و 116، به درستی که الله آنان را که به او شریک آوردند نمی آمرزد و غیر آنها هر کی را که بخواهد می آمرزد. خلاص اگر الله بخواهد که شما را برای دعوت به حق نکردنتان بیامرزد و در آمدن به جنت را به شما اجازه دهد، پس این قرار الله است. در حالتهای مقرری دعوت کردن طلبات حتمی است برای وارد جنت شدن، و نه تنها دعوت طلبات حتمی است، این چنین ایمان حتمی است. زیرا شما تنها با دعوت کردن جنت را به دست آورده نمی توانید. شما باید که به 4 معیار اساسی جوابگو باشید: ایمان، عملهای صالح، وصیت آدمان به حق، یعنی دعوت به حق، و دعوت به صبر. خلاص دعوت برای هر یک مسلمان فرض و حتمی است.